پرونده جنایی مربوط به 2 مرد جوون که متهمن 7 زن رو مورد تعرض قرار دادن. شاکیان میگن متهمان با داروی بیهوشی زنان رو بیهوش میکردن و مورد آزار جنسی قرار میدادن. لطفاً برای حمایت از کانال جنون ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. اواسط بهار سال جاری دختری به نام رونیکا به مأموران گزارش داد مورد تعرض قرار گرفته. این دختر جوان به پلیس گفت در اینستاگرام با مردی آشنا شد و مرد جوان بهش وعده کار داده و سپس اونو مورد آزار جنسی قرار داد و بهش تجاوز کرده. اون ادامه داد من در اینستاگرام با مردی جوان آشنا شدم. اون به پیشنهاد کار داد و خواست برای مذاکره در این باره به محلی که گفته بود برم. منم قبول کردم و وقتی سوار ماشین شدم که به محل کار بریم بهم آب میوه داد و باعث شد بیهوش بشم. بعد از اینکه به هوش اومدم متوجه شدم مورد تعرض قرار گرفتم. بعد از این ماجرا دختر دیگه‌ای به پلیس مراجعه کرد و خبر داد که اون هم مورد تعرض جنسی قرار گرفته. اون گفت من با پسری به نام امیر قرار ملاقات گذاشتم و در غرب تهران سوار ماشین پژو 226 اون شدم. پس از طی مسافتی از ماشین پیاده شد تا آب میوه بخره. بعد از چند دقیقه با 2 لیوان آب میوه برگشت. به محض اینکه آب میوه رو خوردم سرم گیج رفت و بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم متوجه شدم توسط 2 پسر مورد تجاوز قرار گرفتم. اونا به زور رمز کارت آبربانکم رو ازم گرفتن و منو از ماشین پیاده کردن. من 3 روز گیج بودم و وقتی حالم بهتر شد گوشی موبایلم رو بررسی کردم و متوجه شدم اثری از شماره تلفن امیر و پیامک‌های اون نیست. دختر جوان بعد از طرح این شکایت به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان آزار و اذیت اون رو تایید کردند. تلاش پلیس برای ردیابی پسر آزارگر و دوستش آغاز شده بود. در همین حین شکایت مشابه دیگه‌ای به پلیس رسید. این شاکی هم گفت پس از آشنایی اینستاگرامی با پسری جوان در نخستین قرار ملاقات با نوشیدن آب میوه مسموم در دام افتاد و مورد آزار قرار گرفته. تعداد شکایت‌ها کم کم بیشتر شد و به 7 نفر رسید. مأموران پلیس در جستجوهای خود پسر جوونی به نام رضا رو در غرب تهران شناسایی و بازداشت کردند. پلیس در مخفیگاه اون تعدادی سیم کارت و گوشی موبایل پیدا کرد. دوست رضا به نام امیرم ردیابی و بازداشت شد و 7 شاکی در مواجهه حضوری اونا رو شناسایی کردن و پرده از جنایت‌های سیاهشون برداشتن. پزشکی قانونی هم آزار و اذیت 7 قربانی رو تایید کرد. 2 پسر جوان برای نخستین جلسه تحقیق در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران حاضر شدند. در ابتدای جلسه 7 شاکی به تشریح ماجرا پرداختند. یکی از اونها گفت من با رضا در فضای مجازی آشنا شدم و اون در اینستاگرام برام پیام فرستاد و به من ابراز علاقه کرد. ازم خواست به دیدنش برم. اون میگفت میتونه شغل مناسبی در فضای مجازی برام پیدا کنه. به همین خاطر با من قرار ملاقات گذاشت. اما وقتی به مخفیگاه اون در غرب تهران رفتم پودری رو در آب میوه ریخت تا از من پذیرایی کنه. اما به محض نوشیدن آب میوه بیهوش شدم و وقتی به هوش اومدم فهمیدم اون و دوستش امیر به من تجاوز کرده بودن. من بر اثر نوشیدن آب میوه‌ای که پزشکی قانونی اعلام کرد حاوی هروئین بوده دچار التهاب مغزی شدم و هنوز بعد از گذشت چند ماه از اون ماجرا دارو میخورم و وضعیت مغز و روانم به هم ریخته. الانم از 2 پسر شاکی هستم و برای اونا اشد مجازات رو میخوام. دومی شاکی که زن جوونی به نام دریا بود گفت من ساکن شهرک غرب هستم و همسرم وضع مالی خوبی داره. من به دنبال کار خونگی میگشتم تا بتونم فعالیت اجتماعی داشته باشم و البته نیاز مالی نداشتم. با امیر در اینستاگرام آشنا شدم و برای ملاقات کاری به دیدنش رفتم. اما اون منو با خوراندن آب میوه مسموم بیهوش کرد. وقتی به هوش اومدم فهمیدم بهم تجاوز شده. اما امیر و دوستش تهدیدم کردن که ازشون شکایت نکنم. این زن در حالی که اشک میریخت گفت این موضوع باعث شده زندگیم از هم بپاشه و شوهرم بهم مشکوک شده و شرایط روحی بدی دارم. وکیل شاکی هم گفت بعد از این ماجرا وقتی دریا به خونش برگشته
همسرش به ماجرا پی برده و با پلیس تماس گرفته. شوهر دریا به پلیس گفته بود دریا پس از خورانده شدن آب میوه مسموم حاوی ماده بیهوشی مورد آزار قرار گرفته بود. 5 شاکی دیگه هم در ادامه جلسه به تشریح ماجرا پرداختند. سپس رضا که دانشجوی رشته حقوق بود در جایگاه ایستاد و اتهاماتش رو نپذیرفت. اون گفت من به عنوان دیجی در مجالس و مهمانی ها کار میکنم و هیچ کدوم از دختران جوان رو نمیشناسم و با اونا هیچ ارتباطی نداشتم. فقط با یکی از شاکیان تلفنی چند بار صحبت کرده بودم. اونا همگی از طریق اینستاگرام با هم دوست هستن و طبق نقشه چنین شکایتی رو علیه من مطرح کردن تا افاضی کنن. پلیس میتونه برای اثبات ادعای من از طریق نقطه زنی بررسی کنه که گوشی تلفن شاکی ها و من در یک نقطه آنتندهی داشته یا نه. متهم ادامه داد در خونه من مواد بیهوشی به دست نیامده و پلیس مواد بیهوشی رو از خونه امیر پیدا کرده. وقتی امیر روبروی قضات ایستاد اتهاماتش رو نپذیرفت و گفت من با زور به زنان و دختران جوان تجاوز نکردم و هیچ اجباری در کار نبوده. اتهام تجاوز رو قبول ندارم. من در اینستاگرام با اونا دوست بودم و اونا خودشون سر قرار می اومدن. با پایان جلسه تحقیق قضات قرار بازداشت 2 پسر رو صادر و ادامه جلسه بازجویی رو به بعد موکول کردن. این در حالیه که شاکی‌های پرونده درخواست اشد مجازات رو برای 2 متهم پرونده مطرح کردند. قاضی با توجه به شهادت‌ها و شواهد این 2 جوان رو فعلاً به 10 سال حبس در زندان محکوم کرد تا تحقیقات بیشتر و بررسی‌های لازم انجام بشه.